اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفت که در انفجار روز 31 می در شهر کابل بیش از 150 نفر کشته شدند. اشرف غنی روز 6 ایون در نشست صلح کابل در این باره خبر داد و گفت که بیش از 300 تن دیگر با جراحت‌های گوناگون به بماریستان برده شدند. قبلا مقامات افغانستان تعداد کشته شده های این حمله را 90 نفر گفتند که بعد از سرکوب رژیم طالبان در سال 2001 حمله پرقربانی ترین در افغانستان بوده است. این ترکیش روز چهارشنبه گذشته در منطقه دیپلماتی کابل به خصوص در نزدیکی بنای سفارت آلمان به وقوع پیوست. رئیس جمهوری افغانستان گفت که در این حمله از مواد ترکنده استفاده شده است که در اختیار حربیان کشور قرار داشت. هدف یگانه این حمله ما نبودیم، همه نمایندگی های دیپلماتی هدف بودند، گفت او. تا حال یگان گروه مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است. اما مقامات افغانستان سازمان حقانی در پاکستان را که از متحدان جنبش طالبان به شمار می رود در این کار عیبدار نمودند. بعداً این ترکیش باعث به اعتراض برخی از ساکنان با طلب استعفای رهبریت افغانستان نیز شد.